در شهر خوجند چمپیونات ولایت سوخت اوید با فوتزال برگزار شد. در چمپیونات مذکور که طول یک ماه ادامه یافت، دسته‌های استرافشان بیمارخانه کودکانه ولایت سوخت، ویتا، رحیمی، ایمان اینترنشنال، اسخاتا، دلیران و شپرک اشتراک نموده در دو مرحله بین هم مهارت سنجی نمودند و دسته‌های بهترین به مرحله نهایی چمپیونات مذکور راه یافتند. برای دریافت مقام سوم دسته‌های ایمان اینترنشنال و اسخاتا بین هم واخوری دایر نمودند. این دیدار با حساب 4-4 مساوی به انجام رسید و بعد زدن سلسله ضربه‌های جریمه‌ای بازی به فایده فوتزال بازان دسته ایمان اینترنشنال با حساب 6-5 به انجام رسید. همین طریق دسته ایمان اینترنشنال صاحب مقام سوم چمپیونات مذکور گشت. برای دریافت مقام اول و جام چمپیونات مذکور دسته‌های استرافشان و بیمارخانه کودکانه ولایت سوخت روی میدان سبقت آمدند. این دیدار با حساب 6-2 به فایده فوتزال بازان دسته استرافشان به انجام رسیده. آنها صاحب عنوان چمپیون ولایت اوید با فوتزال در موسم 2025-2026 گردیدند. در مراسم جایزه سپاری غالبان و جایزه داران را تبریک و مبارکباد گفتند و با آنها مدال افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای را در فضای تنتنوی تقدیم نمودند. امروز بازی فینالی بود. ولایت چمپیونات سوخت اوید به فوتزال دسته استرافشان به فینال برآمده بازی را غلبه کرد. از مخلصانی که آمده ما را دستگیری کردند میnnتداری خود را میرسانم. 2025 دسته اشتراک نکرد به سوپرلیگ. سال 2026 نیت داریم که دسته را پرقوت کرده در سوپرلیگ تاجیکستان اشتراک خواهیم کرد.